تو برای چی من سایدی وقتی میدونستی زندگی قرار نیست به ما میز؟ من یه عمری شون سیامس اومدم توی خونه چون میدونستم برای کسی ارزش ندارم. خشاب قرص کردم توی کلم که فقط یادم بره بی کسی کارم. حالا که توی جماعت لاشخور یه دختری ما رو آدم حساب کرده، شما من آدم حساب نمی‌کنید. خودت فکر می‌کنی من از دردمار ترکی خونه خوشم میاد که شباز بیام خونه؟ یا دلم برای بساط زهرمارو تنگ میشه؟ نه، من فقط میخوام احساس بکنم برای یکی مهمه که بگه عزیزم، بگه دورت بگرده. آنن ما خیلی کم بود داریم، منتها سرم حواسمون نیست. من توی شهری که بولجم بوده میخوام خودم بکشم جیبه. کنی